پروازکی من با تو همه روز دلم رو میگویم و به سوی نفر گسیل میکنم که بگذار عشقی مرا درک کند، محبتی مرا، احساسی مرا بفهمد. پروازک فایدت نمیکنه میرو. من تنها به تو میگویم التماس برسان. آخر من چرا هر شب او رو خواب میبینم؟ چرا؟ او جادوگر است. چشمش سیاه جادوگره. وای دزد است، دل آدمان رو دزدیده باز بی پروا میگردد. باید که وی رو به سود دهیم و باید به جوابگری کشیده شود. وای دزد است، دل آدمان رو سخت دزدیده است. کی باشد وی برهم؟ دیدید حتی خودش رو نمیشناسد آدم. التماس خیلی بیا رو عشق میخوام. دوست داری برام ببر. دوستان عزیزم، آنهایی که پیوسته با آسیا پلیوس هستند استقبال میگیریم مهرنگاری رستم. سلام. سلام سلام سلام. تشکر. از دیدارتون بسیار شاد هستیم. من هم. الله شما. سلامت باشید. گل شما. تشکر. آفتاب شما. رحمت. ای بی مادرتان اینقدر خوش رو تولد کردن شما رو، اینقدر به مهر چشم ها اوهو برید. خوش ها همون گردآفرید. فابریکای با صفت. هوای تازه زادگانی کوهستان. من راستی در خودی خوالینگ تولد شدم، میدونید؟ بله در همه جا تولد شده. بله در خودی خوالینگ. بعد کی به دوشنبه تازه دختری دهاتی. بعد در اونجا تولد شدم. بعدا در شهر کلاب بسیارتر با همراه بیبی جانم و خاله هایم وقت میگذراندم. در اونجا کلان شدم یک تا 3 سالگی شاید نمیدونم. بعدا دوشنبه اومدیم. از 3-4 سالگی حالا که در دوشنبه زندگی میکردم. انا دختری دهاتی، دختری پرمهری همین وطن، بسیار وطن دوست است. هر مقصدی که میگذارد باید من به انجام رسانم میگه و این لحظه کاری هر کس نیست. او برند خود را دارد و ما افتخار میکنیم. اساس گذاری برندی میرو مهرنگار. تشکر. شما بوده درک شده شبیه میرو. بله بله بسیار میرو پاتی. میرو پاتی بسیار با حضورتون پارتی ما رو بسیار درخشان کردید. تشکر زیاد. من امروز هم با همون برندی که شما تاسیس دادید سیاه و رنگ طلایی با همین هستم. میرو بیوتی. کجا که در سیاه و رنگ طلا رو دیده دوستان عزیز دیده بدونید که این میرو بیوتی. بله درس کدی ما سیاه و طلا. بله 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 مبارک باشد دستاوردهای نو. تشکر زیاد. و مرحمت میرو بیوتی در نزد ما یک به یک معرفی میکنیم. اینقدر این عجایب در همه جا گپگپ همین و مهرنگار برآورده میگه. خب عجایب است میرو. خب برای چی میرو؟ میرو خودتون فکر کنید برای چی میرو؟ به نام خودتون نزدیک برین. بله دو اولی نامم، دو اولی آخری اسمم. عجب. یعنی که مهرنگار. بله مهرنگار رستم. بله میرو بیوتی. عجب. انا ایده انا غایه. در اینجا نوشته شده است که with love from مهر یعنی با مهر و محبت زیاد از مهرنگار. با زبان انگلیسی ما چرا انگلیسی انتخاب کردیم؟ چون در نیت هست که برند میرو برند جهانی گردد خدا خواهد با دستگیری هموطنان نازنینم. بعدا انشالله که باز خیلی پیشروی ها را زیادتر میکنیم. بهترین. خب در داخل یک قطعه چند تا هست؟ 5 تا هست. اینی حال در اینجا میرو بیوتی یعنی در اینجا نوشته شده است with love from مهر. بهترین. خب در اینجا که بات ہے زود میاد. این یکم است. یعنی من در فکرم بود که برای مرد و زن یک کسمتیکای آماده بسازم که هر کس بتواند پوستی روی خود را خوب نگاه و بین کند. یعنی با مخصوص صابونی رویشویی یعنی گلی که مخصوص برای هر روز وقتی از خواب میخیزیم باید روی خود را با همین گل شستشویی کنیم یعنی میرو جل. شما میتونید ببینید دست مهرنگار گرفتم. و اینش باشد سکرابی میرو است که
از برنج آماده شده است. یعنی چطوری که میدونیم برنج بسیار محصولاتی است که حتی آبی برنج رو استفاده برای موی سر، برای پوستی روی و من که زیاد استفاده میبردم و فکر کردم که اسکرابی من باید از برنج باشد. یعنی این پیگمنت های پوست رو یعنی برطرف میکند، فایدهش زیاد است و من به مرد زن توصیه میدم که از ریسوی اسکرابی میرو استفاده برند. یعنی بله روی رو شستن از این بله از این میتوانند که یک روز پس استفاده برند، در یک هفته 4 روز استفاده برده میتوانند. این باشد سیرومی میرو است. یعنی ویتامین سی دارد، یعنی پوستی روی شما رو یعنی خوبتر میکند، فایده‌ناک است، ویتامین دارد. بله و برای همه توصیه میدهم و نگفته نماند سببی که من کسمتیکای میرو رو چقدر دوست می‌دارم. اولین درجه این چی است که کسمتیکای ما ارگانیکی است، یعنی الکل ندارد، اسپریت ندارد، بسیار خوب است. ماه رمضان هم قریب آمده ایستاده است. آدمایی که مثلا از اسپریت و این چیزا کسمتیکای اسپریتی دست میکشند میتونن کسمتیکای میرو را خریداری کنند. بله دیل پرونه و این باشد فیشل مویسچرایزر، یعنی کرم برای پوستی روی می باشد. من با شما نشان میدهم، یعنی این اسپریت و الکل ندارد. شما میتوانید یک بار استفاده برید ببینید امین چه خیلی است. بویا کشاجی کمی میتوانید استفاده برید در روی خود یا اینکه دستی خود بینید. بسیار یعنی راستی گپ زیادی آدمان بسیار تعریف میکنن کرم میرو را. جلو میدهد. بله جلو میدهد، پوستی رویتان بسیار ابریشمی میشود. سوپر، خیلی رنگ معجزه، خیلی فانتاستیکا. بویش رو دیدید چقدر بوی زیبا خوب دارد. این ارگانیکی است. و اینش باشد سانسکرین برای از آفتاب نگاه داشتنی پوستی روی، یعنی اوژنگ پیدا نکنید یا اینکه داغ پیدا نشود، چون کشوری ما کشوری آفتابی است و من فکر کردم که اینش با من سخت در کار. تمام آفتاب از من ندار، قدم 2 متر 2 سانتی متر در من به آفتاب نزدیکتر. با همه هموطنانی عزیزم چی به مرد و زن توصیه میدهم از میرو استفاده برن، چون من فکر میکنم که نگاه و بینی پوستی روی بسیار مهم است، چون ما باید همیشه زیبا باشیم، جوان باشیم، همیشه باید که خود را دوست داریم و از کسمتیکاهای ارگانیکی استفاده بریم. و من تصمیم دارم که انشالله بزودی باز ما کارکرد کرده ایستادیم، مثلا شامپونی و مثلا روغن ها برای مخصوص برای موی سر، برای بدن. ما در آینده نیت داریم که برند میرو را باز بیشتر و بیشتر کلانتر سازیم. خیلی انشالله که با دستگیری مخلصانی نازنینم. بعضی نفرها میگن که یعنی همین باکس میرو خودش 990 سومونی است، علاهیدگی اگر خریداری کنن 1300 سومون است. بسیاری میگن چرا گران. آخه ما اولا که بسیار مهنت کردیم در این برند میرو، داکومنت هایش، پتنت و این چیزها آوردن به تاجیکستان با یعنی بیلی داکومنت. یعنی ما همش خواستیم که قانون و قاعده‌ای باشد، یعنی به همین خاطر کسمتیکا را ارگانیکی هست، از بسیار تست ها گذشته شده است، هم در هندوستان هم در تاجیکستان و باز در مغازه لاسته فروخته می شود به طور اکسکلوزیوی. مردم می توانند که از مغازه لاسته خریداری کنند و اینچنین آنلاین وبسایت لاسته تیجی. من حاضر من اینجام کمتر این خیلی چی شده از دیده ایستاده ایده. بله انا این کسمتیکای میرو باش ما فایده میرسن، سیروم، رایس واش، همش برای که من فکر میکنم که کاملا یک پروداکتی داشته باشد برای پوستی روی خود باید اتاب گذارید، یعنی گلش رو استفاده برید، سکرابش رو، مویسچرایزر، سیروم، همش یک اتاب است. یعنی این برندی وطنی است. بله. مهرنگاری عزیزی ما دختری تاجیکستان این را تأسیس داده است و خواسته است برای همگان یک تحفه عالی جناب باشد.
با هر یک خاندان تاجیک باید آن همین کسمتیکای میرو باشد. نوبسته از نرخش دوستان عزیز دیده، چون که نتیجه بخش است. نتیجه بخش است. بله. من میدونید میروبان جان، خواستم چیزی رو برای مردم عزیزمون پیشنهاد کنم که به خودم عیب میبینم، چون همه این مسئولهای میرو اولا در پست روی خودم تفتیش کرده شده است و من بسیار مهنت کردم. طول 2.5 سال هر دفعه به فابریکای هندوستان پرواز میکردم، حتی برای یک نیوانسوی که مثلا بویش خوشم نمیومد یا اینکه در ترکیب کرم شاید چیزی نمیرسید، من برای همه این هر دفعه هندوستان سفر میکردم، نوزیکوی هایش رو میدیدم و کوشش میکردم که یک برندی با صفت ارزشناک برای مردم عزیزم پیشنهاد کنم. بله. شما میدونید روز جمعه بود. همین جمعه بود. بله. جمعه است. یاد دارید نیتم رو به شما گفته بودم در آسیا پلوس که من در نقشه دارم که برندی خود را تأسیس کنم. این سالی 2022 بود یا 23 بود؟ بله 22 بود شاید فکر کنم. من امروز هم جمعه است. جمعه است و من با برندی میرو نزد شما آمدم. این گفتنی هستم که مردم عزیزی تاجیکستان هیچ وقت جوانان مخصوصا باید که رو افتاده نباشن، همیشه آرزوهای کلان کنن، چون اگر که از دل صاف یعنی سخت صدقاً آرزو کنی به آرزویت میرسی. به همین خاطر من نیز با یک صدقاً آرزو کرده بودم، راستیگه باور ندارم تا به حال که من این کار رو کردم. بسیار دشوار بود. برند باور کنید. بله. این تاریخ یعنی شما جاویدانی هستید، این معنای همین رو دارد. خدا کند که انشاءالله. تشکر. افتخار میکنیم و با مهرنگار در فعالیت پیشبردی برند خود میرو برای کامیابی ها را تمنا داریم. تشکر. مرحمت. بوکسی عجایب خوش رو دارد. بله. خوشتون آمد. بارکن من در پیش ایدهای زیاد داریم البته. بله نه مثلا 14 فوریه، 8 مارس، 23 فوریه میتونن که هم به مرد خریداری کنن. بله. بهترین افتخار میکنیم. تشکر. بار دیگر مبارک باشد. و علاقه SMS پیام ها رسیده است که یک به یک به سمشون میرسونیم. CI نوشتن السلام علیکم مهرنگار جان، امروز با آن همین روحیه‌ای که داری подавление نوشتم با یک پیاله چای انتظار شویم. با احترام همسینفون. من سلام به همسینفونی عزیزم. راستیگه من بعد از برنامه باید که با دیداربینی همسینفونم روم. امروز همسینفونمون سرجم میشوند، 14 فوریه جشن میگیرن. و همین خاطر من یک دختر در صنف و همه پسران، من گفتم این چه خیلی می شود یک دختری همه پسرها یک جای در طرفخانه بشتیم، بعد آدم ها یکون فکری بد نمیکنن. مرنگار 14 فوریه خطی قدر پسرها جشن گرفته ایستاده است. لیکن من همسینفونمون رو بسیار دوست می‌دارم. بسیار خیلی یک جا همراهشون کلان شدم، در مکتب بین المللی یک جا خوندیم و باور میکنید تو به حال ما با همسینفونمون به مثل برادر و خواهر هستیم. تا حاضر همدیگر رو احوال پرسی میکنیم. گروه شخصی خود رو داریم در واتساپ. بسیار آدمانی خوب هستن. همون چی میگوین احترام و همون دوستداری که در خوردی داشتیم نسبت همدیگرمون، همون مهرمون از بین نرفته است. به همشون سلام میرسونم. بهترین عجایب. چقدر خاطره‌های شیرین دارید با همسینفون؟ یگان تاش موی دراز داشتید کشیدگی است؟ راستی گپ این خیلی بود حادثه. من به شما میگم من در صنف مثلا A, B هست که گروپ ها را جدا میکنن. من در صنف 5 خانه میخوندم. بعدن بسیار مرا غم میدادن، بسیار همون گفتی شما موی کشی و همون کتاب هم میگرفتن یا که غم میدادن، گپای نالازم، شوخی های ناجو میکردن. من هر دو خانه میومدم گریان همین در خود رو محکم میکردم. مادرم چی گپای چی به دختری ما هر روز زیق میآید. این خیلی باور کنین جان مدنو که بینیم آورده بدن همین همسینفوم. بعدن مادرم رفت پیش دیرکتور گفت که چی گپای. بعد میگفتن که بینیش کلانه، ای خیلی او خیلی. اگر یک همسینف یک کس مرا دوست می داشت او بیچاره در بالا مانده بود، مرم در مذاق همه مانده بودم. بسیار غم میدادن یا که تلفن ما از دستم میکشیدن یا اینکه چی میگن
شماره تلفن ما با تمام مکتب تقسیم میکردن دیگه. هر روز تلفنم به این زنگ میشد. خیلی حالتهای ناراحت کننده زیاد بود. یعنی که در چایم نمک میدوختن در وقتی لانچ تایم. بسیار کارای عجایب و غریب. بعدن مادرم رفت نزد دیرکتور گفت که دختری مرا اینقدر غم میتنه، یا می مکتب بگیرمش یا اینکه چهاره شب ببینین. دخترها زیاد غم میدادن ده ایغواگرا بودن. بعد گفتن که خیلی دیگه چاره نیست، مرنیگاره یا صنف بچه ها میگذرانیم یا اینکه خطی همین دخترها و بچه ها میکس میخوند. بعد مادرم گفت که من همین دختری ما همراه این پسرها بخوند، همراه همین پنج خانه و همراه همین در نخونک و تربیه ها نخوند. همین خیلی گفت. بعد مرا گذروندن از صنف نهی صنف بچه ها که نمیدونم 14-15 پسر بود، یک دختر بودم خودم. دیگر همراه همونا خوندم، مکتب ختم کردم. باور کنید همراه اونو آسان‌تر بود و حتی یک کس مرا گپ زدن نمیتوانست. بسیار چی میکردن؟ محافظت میکردن، حمایت میکردن. خوب بود. بله. زور. تو امروز مهر و محبت است. بله. با فکرم وای ها کلام بودگی شما. خیلی همسینفونم بسیار آدمای خوب بودن. بعد راهبر گروهمون میستر نسیم بود. بعد میگفتن که اگر در طور سری مهرنگار یک خورزند من از همه شما میبینم، شما باید مهرنگار را محافظت کنید دیگه. از این سپس مهرنگار در صنف ما میخونه. از همون وقت همسینفای ما بسیار مرا احترام میکنن، دوست میدارن. راستیگه یک بارم نشد که مرا زیخ کنن. بله. باز عیبی مادرتون چی با؟ خوشرو تولد کردی آخر. با استعداد تولد کردی آخر. گفتی خودتون زواد زور کتید کن. original زوادی زور برآوردگی استحصال کردگی برای همین. ای بعد آخر عاشق میشم. شب روز فکر میکنم حاضر دوره خردسالی نه راستیگه خیلی نبود که در صنف ما یگان تاش مرا گپ پرتو یا اینکه یگان رفتاری ناجا کند. خیلی گپا نبود در صنف ما. بعضی آدم میشوند که درونکی دوست می‌دارند. مثلا خیلی نمیدون. بارکن یک دایو دارم که یک خیتایی بود، چی بود، عاشقم شده بود. همه سرودام اذیت کرده بود. همون وقت ترانه بگونه شو دردی. همین ترانه ما داده بود. همون خیتایی همین ترانه را اذیت کرده بود. در تمام مکتب مرا چی میکردن که انا مرنیگور خیتایی دوست داشته. نامش چی بود؟ نامش ایادم برآمد است. راستی گپ در یادم نیست نامش. مسخره میکردن یعنی که دمی خیلی چخیلی یک از دوستت بداره دیگه در بالای همه همسینفو میموندی. مثلا این خیلی بود که مثلا در سینفمون یک همسینفم عاشقم شده بود. بعد او بیچاره میدرومد همه قرصک میزد. احمد های. بله هم خیلی حالت ها بود. هست تو خیلی در سینفی ما هم خیلی بود. همین خیلی بود. شما عاشق شده بودین؟ نه من میگفتم که دکا باشه دخترها مرا دوست دارن. میگفتم من خیلی گاردوست بلند. کیا باته. زنده باشه. قدر صحبت با شما شیرین است. کامران نوشتن اکا مهرنگار چشم نکنید ماشاءالله نوشتن. عجایب. سلامت باشین. رحمت. برای من چشمام جقدشتیم همطور. یا چشم نگاه دارم گید. هم خوشرو شدگی اولی میبیند از یوتیوب دوستان عزیز. تشکر. خب السلام علیکم اکای مهربان، روزتون بخیر و شادی باشد. سلام خود را به تمام شنوندگان عزیز پلیوس از شهر مسکو میرسونم. مهرنگاری عزیز خوش آمدید به این درگاهی پر از مهر و محبت با رادیو عزیز پلیوس. من از خورده مخلصی شما هستم. سرودهایتون رو خیلی زیاد دوست میدارم. وقتی سرودهای شما رو گوش میکنم خود رو باز هم جوانتر احساس میکنم. نمیدونم مهر و محبت نسبت شما داشتم رو چی طور بیان کنم. زبان عاجز. ما تمام مخلصان شما رو دوست می‌داریم. اگر امکانیت می‌داشتید یک سرودی Persian girl بله. خب رو زمزمه می‌کردید. می‌خوام با شما یک سبد گل روان کنم که شما خودتون مثل گل زیبا هستید اما متاسفانه سراغتون رو نمیدونم. بسیار خواستگارها سرسان. مهرنگار به شما موفقیت. در اینستاگرام شماره‌های منیجرم هست، میتونن که پیوست شون گل روان کنن. بانا نکنن. انا
مهنگار با شما موفقیت، خوشبختی و با همه کارهایتان بربری ها آرزومندم. شما توانستید، افتخار میکنم حاضر باز دامگانی ها رو شنیده خرسند شدم. آلبوم های نوی شما رو منتظرم. می نویسد نوری‌الله خان شریپов از شهر مسکو. تشکر نورالله خان. خدا کند که هموطنای نازنین ما در کدام گوشه و کنار دنیا هستند خدا نگهبانشان باشند، چون که غریبین سخت است خودش. و آرزو میکنم که همه نفرایی که مهاجرانی که بیرون از تاجیکستان هستند سوق سلامت به نزد اهل عائله خود برگردند و با موفقیت های زیاد. البته که ترانه پرژن گرل رو میخونم. این دخترک رو چرا دوست نداریم بعد این قدر سخنها؟ خب رفتیم. قصه لبهایم اختری شبهایم خوبم و زیبایم از تبار نورم سر به پا مغرورم در جهان مشهورم. I'm a Persian girl, I'm a Persian girl, I'm a Persian girl, girl. تشکر. دخترک آریایی. بله. دخترک فارسی زبان. بله. دخترک شیرین افتخار میکنم. تشکر. شما رو کسی که بینه در حال عاشق می شود. و من در هندوستان رفتید. شما عاشق شدید با من؟ بله. سخت داشتم. همه میدونند. همه میدونند. اثبات کنید. اثبات کنید. من عاشق بودنم رو همه میدونند. اثبات کنم. من. بچه. گلم داد گلش کن. دیدید گل از شما میترسد. نه با یک انرژی با من عشق ایثار کردن بسیار مشکل و نه آسان نه آسان. با یک صدق دل با من دادید که گل توقت نکردک سرش از سرش جدا شده. از شما ترسید. شما در فیلم تاریخی آواکای با شمشیر زده ایستاده. نه این گل بسیار مستحکم بود. ببینید این به حکمت نه. مایلش بدید هم خورشم بدید قبول میکنم. هم رحمت از دستی مهربان. تشکر. قبول مهم است. صدق دل بود. زنده باشه. زنده باشه. دوستتون میداریم. همه میدونند من دوست میداشتگیم رو. بسیاری ها میگرد مهنگار گیره اکی مهربان میگرد. شما زن ندارید تو با هم؟ چرا؟ نه همه را سوال میدهید که چی به زن نگرفتید چی به شوهر نکردید خودتون موندید. هیچ کس نیست که شما را همین سوالا بدهد. اینا هر دو ما حل میکنیم. سلامت باشه. مهنگار که شوخ است من شوخی میکنم به ما. مهنگار بسیار حاضر جواب دانو است. هر لحظه در کدام مورد چگونه سخن گفتنش را میداند و پایتون برای چی شکست؟ من دلم خوبم نبود باور کنید. برای چی شکست پایم نشکست و همین بغوم پای هست که در هندوستان از آرایشگاه برآمدم. در خودی همون مال مرا زیاد نگاه میکردن. دختر زیبا وای قدر شما خوشوی قدر خیل بسیار تعریف کردن. همین از آرایشگاه برآمده همین خیل به هر دو زانویم زدم پایم تاب خورد. همین خیل تاب خورد به زیب تاب خورد. همین خیل در زمین نشستم و گریان شدم. همین خیل از صدق دل گریان شدم. مرا کمک کردن با همون روز به همون پای مایبیم من رفتم به توی هندیا. کفشای بلند پوشیدم. رگشتم میتوانستم لیکن نمیدونستم که تو با چی حالت همین پایم تراوما گرفته است. همین شب ورام کرده است. دیدم راستی گپ ترسان شدم و فردایش باز به فابریکه رفتم. با همون پای درمندم به فابریکه رفتم. باز با یک فوتوسسیا رفتم. لهنگوی همین خدا کاستومای وزبینی هندی را پوشیدم. باید پای یا بورا کردم. بعدن دوشنبه اومدم باز یک توی 3 ساعته دیگر را گذراندم. راست به هسپتال مرا بردن به دکترخانه پای مرا گیپس کردن. گفتن که مهرنگار تو پایت را چیکار کردی؟ 1 ماه پایم همین خیلی مایی بود. با همین پای گیپس کردگیم میرفتم استودیو ترانه های نو ثبت میکردم. برای تلویزیونی برباد باید 5 ترانه ثبت میکردم. گفتی گپا که با پای شکستم نیست قریب برآمدگیم که قرار نمیشستم.
کار میکردم. حاضر درد نکرده است کم کم درد میکند تا به حال، لیکن از پیشتر دیده خوبتر است. کمی ورمیش هست. در تمامی تاجیکستان شو مهرنگار گیپس شده است پوچکش، اکنون دیگر صحنه نمیبرآمده است. اکنون دیگر صحنه شما میدونید من حتی در جایزه سپاری آسیا پلیس که پوچم معیب بود، لیکن من در جایم خوب ایستادم، خیلی برآمدم را کردم. برای نجومی دیدن؟ بله آرام برآمد کردم. حتی در جایزه سپاری های زیاد اشتراک کردم، در همش هم خیلی پایم معیب بود، لیکن رقص میکردم، نشان نمیدادم که پایم دردمند است. در جانتان جانوه ساعت شده. نه بسیار غمگین شدیم، بسیار غمگین. در سال 2024 از همه تشویش آورش همین بود. پای ملیگار شکست. چشمی بد رسید به فکرم. چشم آدمیزاد سنگ کفاندگی میگن. بله همین خیلی شد. انا من میگم که در هندوستان رفته عاشق میشن، در آمریکا میره عاشق میشن، در ازبکستان میره عاشق میشن. اینش عاشق مهرنگار. در آمریکا بودیم، خیلی در آمریکا اونقدر نفرا زیاد نمیشناسم. بعدن وقتی که همراه دوستم صبرینا جان رفتیم قهوه خانه، بعدن پاکستانیا نشسته بودیم و برای من شیرینی آوردن و برای دوستم نیاوردن. نه علامش کرد، گفت مهرنگار چی بود که برای تو آوردن برای من همین خیلی حالت بود. بعدن خیلی نارستیگه حیران شدیم. بعدن از قهوه خانه بر اومدیم و خیلی باز وقتی رفتن من شد که یکی امساگو پیشکا اومدن نزدی من، همین با من بازی کردن سر کردن. گفت که تو را هم کودکا دوست میدارن، هم آدمای ناشناس، هم حیوانا دوست میدارن، همین تو دبر چی میگردانی؟ گفتم راستی گپ هیچی نمیدونم، آخر شاید انرژتیکم باشد، نمیدونم. اگه مادرتان مادرم بله. نمیدونم شما را چیکار زایدگی ها چیکار تولد کردگی ها نمیدونم. در کدام در همون رادومی همونجا تولد کردگی دو خانه؟ ها قریب مادرم میگوید که در بورتوای تولد میشیدی. به خدا از سهر آمدگی؟ نه آخه اون وقتا شرایطا چی خیلی بود سال 1900. ها به همین خاطره. عجیب. اینقدر به درد، اینقدر به مهر تولد کردگی. وقتی من تولد کردم چند گرم بودگی؟ 400 گرم، 2 کیلو و 400 گرم هم خیلی میگه بودم. بعدن مادرم میگوید که باید که چند بار تو میمردی، لیکن همین خیلی میشدم. وقتی من مادرم میگویند تولد کردن نفسم نبرآمد است تا 1.5 دقیقه. همین خیلی اینقدر تکان دهنده، همین خیلی گفتن که این کودک نفس نمیکشد، شاید مرده است. این خیلی یکی همین چقدر برآمد است. گفتن مامادویا که این سراینده میشه و چقدر صدایش در گوشم سخت زد. همین خیلی گفت است و این نمیدونم از اون وقت سرایندگی مرا چی میگن فالو میکرد. عالی. فیلم تصدیق شد، اکنون شما میبروید در رول یک قهرمانی تاریخی؟ شاید بین سورپرایز شود. مفصل گپ نمیزنیم، لیکن یک چیز مرا خوشحال کرد که مردم خوب پذیرفتند در به حیث شما پیش از این میدونستم که اسب سواری رو میدونید؟ میدونید چشمم تو به حال درد میکند، شمشیر در چشمم زد در وقتی جنگ، کبود بود چشمم، خیلی 1.5 هفته زیادم خیلی کبود بود چشمم، بسیار درد میکرد تو به حال و همین خیلی است و خیلی خوبتر. لیکن زور در حقیقت راستی گفت من در هیچ وقت شمشیر در دستم نخپیده بودم، کمانوری رم نمیتونستم، لیکن از اوداش به خوبی بر اومدم. شکر. من گفتم که بازیلوار سفرов گفتم که هر دفعه می نویسن در اینستاگرام که تومیریس یافت نشد، تومیریس نیافتیم. من گفتم تومیریس من هستم. گفت که مهرنگار بسیار وای من نکن. میگفت این کاری آسان نیست، این روی صحنه نیست که تو برای سرود بخونی. من گفتم من از خودم باور دارم اسب سواری رو میتونم، جنگیدنم در کار باشه جنگیدنم میتونم، من دختری کلوب هستم و با شجاع هستم، همین از اودش میبرم. وقتی که من رفتم راستیگه همشون در حیرت بودن که من از اودای همه کار برآمدم به خوبی. گفتن که 400 نفر کاستینگ گرفتن، من از همش خوبتر برآمدم. استقبال میگیریم در مراسم جایزه سپاری اسکار 2025 مهرنگاری رستم. فیلمی تاریخی است، شاید یکی گفتن نمیشه، فیلمی تاریخی است. باز مایل همه میدونید در وقتی کاستینگ در اونجا خداجسنی دیرکتور بودن، گفتن من و او تنها بودیم.
بعد گفتم مرا شناختید؟ گفت نه شما کی؟ من گفتم من مهرنگار رستم. میگه من هنرمندانی تاجیک گوش نمیکنم به غرض از دلیر نظر. حیران شدم. بعد وقتی دلوار اومد گفت که با فکر شما مهرنگار در کدام نقش خوب میزبد؟ بعد گفتن که خیلی در نقش زنی سامانی، در نقش قهرمان دختر این صحبت. بعد با دلوار صحبت کردیم، گفتن که مهمش که اینها تو رو نمیشناسن که شما کی هستید که مثلا خیر و شیرینی کنند این چیزا، لیکن گفتن که چهرم بسیار در رولی همین گلوی رول این چیزا بسیار خوب است و انتظار میشویم. خیلی میبینیم خدا میدوند ولی فیلم ثبت کنن شروع شود بعد خیلی میبینیم. موفقیت. ما تنها کاستینگ رفتیم اشتراک کردیم و خود رو سنجیدیم که چقدر مهارت داریم که خوب برآمد. حتی در آسیا پلوس یک فیلم بود باید من اشتراک میکردم، رژیسور آسیا پلوس گفتن که مهرنگار تو در فیلم بسیار آینده درخشان داری، باید که در یگان فیلم ها نقش آفری. این هم بود، در اینجا هم کاستینگ گذاشته بودم یادم هست. و ما البته افتخار میکنیم که شما قابلیت اکتریسگی هم دارید. خیلی از خوردی در نزد کامera کلان شدم دیگر، البته که باید داشته باشم. چشم ها با همون نقش وارد شدن بسیار مشکلی است. یک اس پیام ها خیلی زیاد وارد شده ایستادن. یک نفر کامران شمانده از ما نوشتن که مهرنگار چشم نکنید، ماشاءالله این روز مهرنگار بوده. نوشتن سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. هر روز مهرنگار است. هر روز همه ما و شما است. چون که نامتان خودش هم خیلی یک عجایب گذاشته شده است که مهر و خیر. با مثل نامی شما. مهر جمعی مهر چی گفتن یده؟ بگوشتو میگم این روزی عاشقان با مهربان تاثیر کرده است فکر کنم. بهار به وقت اومد برای من. بهار بله. سلامت باشید. سلامت باشید. خب شبنم نوشتن السلام علیکم مهرنگار جان، بسیار دوستت می‌دارم. رزمیر یعنی اندازه پایافزال چند است؟ من یک تا توفه بردانی نوشتم. خب بیاید قد شما چند است؟ اندازه‌تون رو گفتمونید بشنونده. خب قد من 1.62 متر است و وزنم کمی چوق شدم، کمترک 58 کیلو هستم. خراب شدید؟ نه وزن گرفتم. از 58 بالا بودید یا نه پایان بودید؟ پایان بودم. امین همیشه 49 50 تا 53 میرفتم، حاضر 58 کیلو شدم و رزمری پایافزالم 37 است. عجیب. لیکن من در حیرت هستم شما چخیل در صحنه کلان میتوبید؟ قدتون بلند یعنی کلان با من قدتون بلند میتوبد چخیل شما حاضر 1.62 هستم من. برای خیلی پایافزالی بلند 1.62 میدونید حتی 1.62 هستم. بله پایافزال بلند میکنن؟ بله. بعد عذاب نمیکشید شما عادت کردید به پایافزال؟ عادت کردم بله. اولی جناب. خب دیگر شماندهمان شاه زمان نوشتن السلام علیکم مهرنگار جان، موهایت دراز شده است، عجایب خوش. دراز شده نه؟ دیدید؟ دراز شده است؟ خیلی دراز شده. بله. خیلی شمانده با اعتبار. من وعده دادم همین یک سال دیگر به من مخلصای عزیزم وقت بدهند، من موی سرم را برقرار میکنم چون عمل موی سری من بسیار خوب است و من تز موی هایم را میبرم راستی گپ، ولیکن خوب عمل کرده ایستادن موی سرم بهتر شدن. بسیار پرجلو خوشرو. چون که بسیار دخترکانی ما با مویهای مهرنگار البته حواس میکنند و مهرنگار بودیم. در تاجیکستان وقتی که من جوانتر بودم مویهای دراز از تو زانو داشتم و این ترند شده بود. همه دختران میخواستند که مویهای دراز داشته باشند. حتی آزمون چکمه گسو در تاجیکستان شده بود چون من بله از خوردی همین موی سری درازم رو با مردم بسیار خوش می آمد و بسیار می خواستند که همه موی دراز داشته باشد. چون در دهلی ما هم میگفتند ای موتا دراز کن انا مهرنگار خیلی بله تأثیری بین دیگر تمام سراینده دختری تاجیک هم موی دراز میزبد. بله همین بین تمام سراینده ها همین جهت باز فرق کننده بود، باز یک فرق کننده. خب جناب عالی هم در یک برآمد شما در کاخ باربرد وقتی رپتیسیون شاست با گفته بودن شما یاد دارید؟ بله من اونجا بودم. از راستی شما اونجا بودید؟ ما مهرنگار گفتن
بسیار مردم به موهای دراز تو، به لباس پوشی تو و به ایمیج تو بسیار توجه خاص میکنند. بسیار شما رو به صنعتتون، به همون هنرتون بهای بلند داده بودن. بله. دیگرها تنقیدش میده بودن، لیکن بسیار خوشرو چی کرده بودید. واقعا هم جناب عالی سخنهای خوشرو گفته بودن در حق شما. دوستشان میدارم. بسیار راهبری دولت ما راهبری بهترین هستند و هر یک نظری که در جدای صنعت به من میگذاشتن از خردیم، چون من از سینی خطا نکنم مگر 7-8 سالگی هم الکی در نزد محترم جناب عالی برآمد میکردم و حتی یادم است که اولین برآمدم این ترانه میدونید تاجیکستان بود. بله تو باشی و از همون وقت بسیار نظری خوب داشتن نسبت استعدادی من، نسبت سرودخوانی من بسیار توجهی خاص میکردن و همون سخنای محترم جناب عالی بود که با من موتیواسیون میداد و تا به امروز مثلا کار کردیم، مهنت کردیم و در عرصه بین المللی در آزمون‌های بین المللی اشتراک میکردم. از خردی صاحب جایزه های نمایان میگشتم، یعنی مدال های طلا و بسیار خرسند میشدم. تشکر به رئیس جمهوری ما، بسیار دوستشان میدارم. اشکهای شده است. واقعا از صدق دل میگویم. و ما خرسند هستیم که دیاری ما چونین دخترکانی صاحب خداوند هیچ وقت سایه‌شان از ما دور نگردد. عمرشان دراز باشه. بله. بهترین واقعا شما رو از ما خردیتون بسیار دوست می‌داشتم. من هم بسیار دوستشان می‌دارم. میستم فکر میکنم و میگویم که من چقدر خرد بودم، لیکن در نزد رئیس جمهور برآمد میکردم، همیشه در نزد این قدر رئیس جمهورهای دیگر کشورها اشتراک میکردیم. حتی یادم هست که جناب عالی میگفتند که من خودم شخصا هنرمندان را در شاس انتخاب کردم و هر یک تای شما در تاریخ نامتان نوشته می شود. و یادم هست که اگر شما خواهید بودید در همون شاس 3 ماه ما هر روز تمرین میکردیم. حتی جناب عالی اینقدر به فرهنگ توجهی بلند و خاص دارند که خودشون مخصوص می آمدن رپتیسیا با خودشون قبول میکردن. 3 مرتبه 4 مرتبه نمیدونم یادم نیست، می آمدن خودشون میدیدن و میگفتن که من هر یک هنرمنده خودم شخصا در این کنسرت وارد کردم و هر یک شما نامتون در تاریخ نوشته می شود. و میدونید حاضر میستم فکر میکنم از خردی چی مرحله ها رو من گذاشتم و افتخار میکنم. راستی گپ ولی افتخار کردن نیست. بله. افتخار کردن است. ببینید چقدر صحنه‌های بزرگ جهان رو شما برآمد کردید. بله. اینقدر با یک جسارت و متانت و با استعداد، با اینقدر زباندانی، دانش و ذکاوت تاجیکستان رو معرفی کردن رو نه هر کس تواند و ما افتخار میکنیم که این راستی گپ تینجی اولا تینجی کشوری ما است که مثلا ما در کشوری آرام و آسوده زندگی میکنیم، تمام شرایط به ما فراهم است، زندگی خوب داریم. این همش فیض و برکت است و همش مهنت های طولانی جناب عالی می باشد که وطن ما امروز اینقدر زیبا است. مردم امکانیتی در خارج کشور زندگی کردن رو دارن، خواندن تحصیل کردن رو مثال دارن و جوانان زبان انگلیسی را بیشتر و بیشتر این روزا خوبتر می آموزند و سطح دانشی مردم هم بالاتر رفته ایستاده است. همه جوانان میتونند در خارج کشورها آزادانه تحصیل کنند و وطن عزیز ما از دیگر کشورها، از دبی و از امریکا و دیگر جایها کمی فکر کنم ندارد. در زیبایی و در شرایط فکر میکنم بهترین است. خیلی رشد کردیم، به حد رشد کردیم و خدا کنه که بیشتر و بیشتر رشد کنیم. من از شخصا شما چه راه یافتید به عرصه‌های بین المللی؟ من مثلا همچون تاجیک دختر میگویند که مهرنگار تو هنرمند جهانی هستی الکی. بله. این همش شکری که در وطنی صاحب استقلال زندگی میکنیم. همش این میدونید این فضا به جوانان تاثیر کلان میرسانند و به همین خاطر خدا را شکر که محترم جناب عالی بسیار توجه خاص دارند به جوانانی با استعداد، به علم و دانش و همیشه تاکید میکنند که
دانش آموزید، وطن عزیزمون رو دوست دارید، اتفاق باشد همیشه. و همین خاطر همه این تاثیر میبخشد و من شکر میکنم که امروز در سراسر جهان قریب که مرا میشناسند، هنری مرا میدونند. بله بله. مثال در سمرقند میرویم، میدونم در بخارا، در تاشکند، در ازبکستان، من در منطقه آسیا مرکزی و بیرون از آن در بین فارسی زبانان که تماما نگویم هم میشود. من دیگران نیز از همون سبک و اسلوبی که شما خوانده ایستاده اید، مثال همین تمام ژانرهایی که میخوانید خوشرو قبول کردید. ترانه‌های ما را میخوانند، جنبشی کوکولکتان تا دوتار نوازی و تا گیتار نوازی و همش میدونن. اینقدر دختری پر استعداد، همچنین یک نفری زور شناخته. یعنی مهرنگار رو هیچ کس فریب کرده نمیتونه. مهرنگار قوقشناس است، مهرنگار زباندان است، مهرنگار کنسرواتوری رو ختم کردم. 5 سال معلومات عالی همچون آوازخوانی اکادمی نیست ختم کردم، بعداً حقوق شناس خوندم. همش به درجه عالی. عالی، بسیار زیبا. اینجا اس ام اس خیلی زیاد شده ایستاده. صد برگ نوشتن: مهرنگار جان السلام علیکم، دوستت می‌دارم. اینقدر لباس خوش رو پوشیده امروز. گفتم امروز که روزی عاشقانه است، من تصمیم گرفتم که چی میگن، یعنی رنگ سرخ ببر کنم، کمی رمانتیکی باشم و آرایشم را باشد. خواهرم مفتونه جان کردن، میکاپ آرتیست هستن، نو کردن و من خیلی کوشش کردم که زیبا شده و نزد شما بیایم. مفتونه خیلی با شما مانند است. بله. بچه شما با صحنه برایدم هیچ که نمیفهمند. بعضی وقت میگویم. بعضی وقت اما دوباره دوران کم هستم. بله بله. پوچه شکسته که برو برآمده. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. رحمت الله. مهرنگار از کدام در کدام فیلم رول میبازد، کی میبراید فیلم گفتن؟ البته در این باره حرف زدیم البته. خب انتظار میشویم حتما، چون که بسیار صاحب استعداد است. اینجا شرف جان نوشتن: السلام علیکم مهرنگار جان، بسیار دوستت میدارم. برآمدهای تو رو در آخران بله در باربد میوزیک دیده بسیار خرسند شدم. از برآمدهای جذاب بود. باز در دیگر طرف ها برآمده نروی، ما از زمینش میترسم. استعدادها رو آنها دیگرگونه قبول میکنند و با خودشون میگیرند. من چندین استعدادهای ما رفتند گفتند نه نمیریدن. من حتی گرین کارت امریکا برد کردم، لیکن در تاجیکستان زندگی میکنم، هیچ جا نرفتم. من بسیار پاتریوتی وطنم هستم و من خارج کشور هم روم، مگر همیشه در فکر آن هستم که تاجیکستان عزیزم رو معرفی کرده باز به وطن عزیزم برگردم، چون که وطن میکشد به سوی خود. اگر که تمام دنیا رو، حتی به تمام دنیا رفتم، همین دنیا میگویم کشورها رفتم، لیکن یگان جای تاجیکستان رو نمیگیرد، عوض نمیکند. به همین خاطر صدقه خاک وطن عزیزم، من هر دفعه که از فرودگاه میفرایم اولا به خاک زمین تاجیکستان سجده میکنم، بعدا خانه میروم، چون که همچون هنرمندی تاجیک من از اینجا آبرو یافتم، مرا از اینجا شناختن. نان و نمک تاجیکستان را مثال میخورم. به همین خاطر هیچ وقت من ناسپاس نیستم و هیچ وقت وطن عزیزم را ترک نمیکنم. همیشه کوشش میکنم که در فرهنگ تاجیکستان سهمی ارزنده خود را بگذارم. همیشه همچون جوانی موفق تاجیکستان در رشد وطن عزیزم باشم و هیچ کس مرا گرفتن نمیتواند، نترسید. دیدید قدری زر و زرگر میدونن میگن البته تو این جهت فکر کرده ایست؟ نه من همیشه زیاد رفته من یادم هست که محترم جناب بیالی وقتی که من خردتر بودم، سال 2009 بود، بعدن خواستن که رئیس جمهوری ترکیه وقتی که به تاجیکستان تشریف آورده بودن، من در آزمون در اونجا اشتراک کرده بودم، صدای مرا شنویده بود، در حیرت آمده بود. عبدالله گل بود وقت پرزیدنت و گفتن که بسیار کودکی با استعداد است، این در فتح کالج در ترکیه بخواند، در اینجا رشد کند و زندگی کند، ما همه شرایط رو مهیا میکنیم برای مهرنگار. و رئیس جمهوری ما به من همین گپ رو گفت که مهرنگار تو در تاجیکستان در کاری، و هیچ وقت این گپش رو از یادم نمیبرم و همیشه اولا در ذهن من این است که کجای باشم تاجیکستان عزیزم رو معرفی کنم، باز به سری بلند به وطن عزیزم بر بگردم.
و من هم بسیار اعتبار میدیم دیگر هموطنان عزیزمون نیز در هر کجای برآمد میکنید فقط با زبان تاجیکی. بله. فقط با زبان تاجیکی بسیار حیرت آور است و واقعا هم که آنها خوش قبول میکنند. من حتی با سلمان خان مثال روبرو شدید. در یک صحنه بودید اون کس تماشا کردن برآمد شما رو و دیگر افرادی همونجا نشسته بسیار هیجان بخش بود و فکر میکنم که شما میدونید که اونجا سلمان میآید. پیش از یک روزی برآمدم همون تشکیل کننده محفل گفت که مرنیگار تو میدونی که سلمان خان میآید این چاره بینی و تو نازش اشتراک میکنی و من در حیرت بودم. راستی گپ من آرزو میکردم که در محفلای باشم که در اونجا ستاره های بالیوود باشند و نه تنها سلمان خان. من الکی چندین هنرمندان مشهور بالیوود را دیدم و در چورابینی ها یک جا برآمد کرده ایم، در روی استیج در محفل ها مثلا یک جا بودیم و این البته باعث افتخار است برای من که یک وقتای این آرزو بود و من همچون دخترک جوان آنها رو در فیلم ها در تلویزیون می دیدم و الکی وقتای رسید که من با آنها یک جا هستم در محفل و در چورابینی ها. این شوخی نیست. معجزه است. شکر. واقعا هم معجزه است. و اینجا من اسمس پیام هایی که شما رسانیده اید یک به یک میخونم. گلبرگ نوشتن السلام علیکم اپای مهرنگار بسیار دوستتون میدارم و البته دائما پیگیری میکنم استوریس های شما رو. اپا جان صحت شده بسیار خرسند شدم. من هم رنگ یکی مهربان ذکر شده بودم نوشتن. امین وقتی که من پایم بسیار آسیب سخت دید من گریپی سخت شدم. یک ماه دراز هر کنسرتایی که امین بود میرفتم دکتر کپل میموندن بعد از کپل برآمد میرفتم. همین خیلی بود حالتم. یک ماه قریب عذاب کشیدم. خدا رو شکر که کمی حالتم الکی بهتر است. شکر خدا. رحمت کی غمخوری میکنین مخلصای نازنین و دعاهای خلق هم بود. بله من میبینم که مردمی عزیزم بسیار توجه دارم به من غمخوری میکنند دعا میکنند و این برایم بسیار یک چی میگوین خوشبختی میارد. رحمت کلان به همه نفرایی که مرا دوست میدارن. یک نفر گفت که مهربانتون با مهرنگار دوست هستی. اکنون اون مردم در دهات زندگی میکنند مخصوصا بسیار میخوان که در دوشنبه بیایند و در محفل ها اشتراک کنند و گفتن که تویت شود مهرنگار میبیاید. گفتم من گفتم البته میبیاید. چی بنه من البته میگویم اگر وقتشون باشم میبیایم. گفتم همون مهرنگار یک بار همی ای پیش همی 10 متر باشدم یک بار بینام تستیدم هم مهرنگار بینام شد از زبانشون برام من کی است وای نفر؟ یک نفری که مثال صنعت دوست می‌دارد احترام می‌کند مثال هنر قدرش می‌داند. بسیار یک نفری که یک حالی 30 ساله است مثلا 30 ساله است یک با مهرنگار بینم مایلش از 10 متر نه بیاین همراهش سلام میکنم چی بله عکس میگیرم حالا استاد میبینم برای من خوشبختی کلان از هر کسم میسر نمیگردد که اینقدر دوست دارن آرزو کنن ببینن و اگر که از او دست ما ببرم که همون آدم خوشبخت کنم که از نزدیک دیده سلام علیک کنم چی بنه با جان و دل. همینطور میگم بسیار میتخوی دوردست تاجیکستان ما میگه البته شما با اون کس روبروش دیدن با جان و دل چی بنه. بله بسیار انسان های خوب هستن همشون و نظر بالا نظرشون نمیگیرد فلان. نه هیچ وقت نظر بالا نبودم نسبت مخلصای خودم چون اونها مرا مهرنگار ساختن. اگر مهر و محبتی هر یکی اون مخلصانم نباشد من برای کی ترانه میخوانم؟ خب برای چی زحمت میکشم؟ برای که مهر مردم به خودم جلب کنم و البته هر یکی مخلصم را دوست میدارم و قدر میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. و انا همین مهر و محبتتون هست که آنها نیز شما رو دوست می‌دارن. تشکر زیاد. سلامت باشید. اینجا ابرو نوشتن السلام علیکم مهرنگار جان خیلی دوست می‌دارم. از همه خوراک دوست داشته چی است یک بار پیشت پخته روم هر دو ما خوراک رو مزه کرده خورده صحبت کنیم نوشتن. خب حاضر راستی گپ شما باور میکنید من 10 روز زیاد میشود همیشه گریچکا برنج مرغ میخورم بلاک که من فربه نشم و قروتاب اگر دوست میدارم منتور دوست میدارم. همین خوراکای خمیری است که تو جیکی در طبق
любиво, носки. با هم ناخنای دراز. نه ناخنای دراز نه، ناخنای من کوتاه است. میبینید من ناخنی دراز راستیگه دوست نمیدارم اصلا. بهترین. با میخاطر اگر در طبق هم خورم ناخنا باید که تازه باشد گرفتگی، چون با ناخنی دراز من در طبق خود نمیخورم. بهترین. خیلی عالی، بسیار زیبا. بعضی نفرها هست که حتی غذا آماده میکنن با ناخنای دراز یا خمیر میشن، so bad، خوشم نمیآید. ایرینکا ایستاد است؟ ایرینکایی که از مهرگاه مهرگاه خرید هست. من اونم میگم آپسیون مالم کیا اما لباسی سرخ همون با ایرینکا باشه. من فکر کردم که کجا برم در همون یونیورسال لیدی در راهروی سرخ من چی لباسی نو آماده کنم. بعد گفتم که اینقدر مردم مرا خوش کرد با همون ایرینکا و کرتای تاجیکی، با همون ایرینکا و کرتای تاجیکی میرم. همین خیلم رفتم دیگه همه در حیرت بود که همه خیلی فسون کرده، پیراهنای اروپایی تو فکاشیو. نه ایرینکای همون 40 سومونم رفتم بهترین، بخدا هم پاچم راحت کرد، هم همین خدر راحت شیشتم پرفورمنس کردم، برآمد کردم، بسیار خوب بود. بسیار جالب، بسیار عجایب برآمدگی است. هر یک میمیکا، هر یک خنده، هر یک ترس و وهم و هر یک اجرایشین همان عملهایی که بسیار مرا کار فرماندن راستیگه من بسیار عذاب کشیدم در اون برنامه و خیلی چطوری گفتم من دختر جسور هستم، من از کار نمیگریزم، از کار هم نمیترسم. در جای درکاری کودکا همیشه همراه ما بودن، ایتای دروازه از بالا میپویند، میخواد همه کودکا میخواد بودن. عجایب گذشت لیکن مزه کردم تماشا کردم. بود هایتای میبینم فهم بودن کو برنامه مهرنگار مرا به هم شده میبرند مهرنگار جای اول دادن در کار. در اینستاگرام 5 میلیون ویو گرفتین، چی میگن؟ بسیار عالی، بسیار یک توجه خاص بود مثلا. در دهات بودنی مهرنگار باز هم عجایب شد. و بسیار مادایی او چه نمیتونم نمیشم. خیلی گاو بود. نه او مخصوص گاوی برحمه گاوی برحمه مرا دادن. بعد بگانی بود، نزدم پوری آدم همون دهات مرا نگاه دارن، تماشا دارن. او گاو شیر نداشت، بعد حامله دار بود. انا بعد ما گفتم که همی صاحب گاو که کو بعدی ما همی شما بشینین کو همی گاو شما را شیر میته، خواهی مرا نداد شیر. بعد شیشت با خدا همون صاحب شم شیر نداد. انا بود قدر بیده مرا چی کردن؟ بسیار عذاب دادن؟ برخستم و گاوی سرسخت دادن که مرا عذاب بته، لیکن من قدش جنگ کردم. زوره ما گفتم انده مرا بزنه و ما همی چیش میکنم گوش چی میگن شیرش میجوشم، نه که همی یه بار شیرش پری تمام. ها یک تا برآمدن عجایب شد، بسیار خوش رو. از همه جالبش همین گاو جوشی بودن برایتون؟ نه خوراکم بسیار خوراک پختم کو هم آشی تو پره دیگ الو امی خیلی دودش برآمده است. این امی خیلی کو ما داو دیگی کلون یکم بار در حیاتی سرم دیگی کلون داو خود کردم، الو و دودش در چشمم رفته است، خیلی اوای چشمم شر ریخته است. نه که یک آشی تو پای با مزه بود کی باور کنین خودش سر نکده. من خانه مهرنگار شما میرم ولی عیناً اون تو پای باید خورم کردم حتما. چه خوش رو با مزه بود، علاقه از ما افتش معلوم با مزه بد بود به حد با مزه. و ما خرسند هستیم که باز یک شو برنامه بسیار جالب بود با اشتراک شما و شوشوی زیاد بین مردم بود. تشکر زیاد. دیگر شما نوشتن السلام علیکم، السلام بانو نوشتن السلام علیکم، اپاجانی اصلی ما نوشتن السلام برآمدتون رو در سرودی سال دیده بسیار خرسند شدم، برابرتون رقص دیدم. مهرنگار گفتم نوشتن نشنیدید. بله اکنون صنعتکار در صحنه، موسیقی بلند از کجا دیگه میشنوید، لیکن هزار رحمت برای مهر و محبت صمیمیتان. تشکر زیاد. سردار نوشتن السلام علیکم، مهرنگار جان بسیار دوستت می‌دارم، بسیار میخوام که یک بار به خانه ما نیز مهمان شوی، بعد همان گاو جوشی هایت من یک گاوی خوبه میتیم برای تو نوشتن. مرا کار فرموندن. رحمت مردم این کس به فکرم میخواهند که اثبات کنن که واقعا مهرنگار میتواند گاو جوشیده. به فکرم یک گاوی
یک گاو مخصوصات پیشنهاد آوردنی روزم بتین سلامت باشید. دیگر شنونده ما نوشتن السلام علیکم یاسمینا. آپای مهرنگار جان بسیار دوستان می‌دارم. لباس‌های مخصوصی که در بارباد میوزیک پوشیدید از کجا بود، طراحش کی بود و کی به شما توصیه داد نوشتن؟ دیزاینش رو خودم انتخاب کردم، دیزاینر خودم بودم و پیراهن رو در خود ازبکستان دوختن. هر یک پیراهنی که اومده میکنیم ما بسیار فکر میکنیم سر هر یک پیراهن اکسکلوزیوی برای من میدوزانند و وزبین هم بود بینید. همه پیراهن‌های من وزبین هستند. سنگ‌هایش زیاد بود نظرم. لیکن من شدم که به همه خوش آمد. بله بسیار خوش رو آمده است و ایمیجتون هم بسیار به همون باور میکنید در همون برنامه بارباد میکاپ آرتیستی که آمد اکنون باید که مرا آرایش کند. اکنون گوش کنین، باید مرا آرایش کند. همین قشام کم ترک کشید که دل به حضور می شود. من میگویم که چی گپ است؟ من 3 شب است که خواب نکردم. مرد بود میکاپ آرتیست. همین گفتم که با همین بیا گمش که با یگان گپ نشه برای گفتم من خودم میکاپ ما میکنم کم تر استراحت کن. دیگه او گفتم را 5 منوت استراحت کرد رفت خواب ازده نمیخیزه بچه علاقش نمیخیزه. ما خودم هم میکاپ ما کردم هم موی ها ما خودم خشرو کردم. هسته که 3 در 1 همو خیل شد. همه ابرازا ما درم بارباد میبینید خودم کردم. احسن با خدا آفرین بسیار زیبا. باور نکردنی ولی بسیاری باورم نمیکنم. با خدا آرایشم ما خودم کردم موی هم خودم کردم. احسن رحمت. واقعا هم اونیورسالی. تشکر. مهرنگار زور گویم بعضی ها میگه آخه نمیگه آخه زور است آخه زور گفتن در کار. رحمت. سلامت باشید. صحبتی ما ادامه دارد دوستان عزیز. ازیا پلیوس است و اینجا یک به یک سوال‌های بلیس پرسش برای شما تقدیم می‌دارم و کتا جواب میدید مهرنگاری عزیز. راست است که اگر در خوراک گوشت نباشد نمیخورید؟ میخورم. سراینده دوست داشته شما از خوردی؟ با کی دلبستگی سخت داشتید؟ فنات میگن که؟ نبودم فنات به هیچ کس راستی گپ نبودم. برای شما از سراینده های بهترین جهانی این کی است که ایدئال میسابید؟ من بیشتر سعد جریده گوش میکنم. شریا گوشل هنرمندای امین خارجی هیوستن دوست میدارم. ادل هنرمندی جهانی را دوست میدارم. آریانا گرانده and بیلی آیلیش کی باز ویکند گوش میکنم از خارجی ها. تمام. یک نظر از توجیکو سفر محمد. با خودتون بیشتر کدام ژانر مقبول است؟ همه ژانر را دوست میدارم. همه ژانر را دوست میدارم. کلاسیکی، پاپ. اینجا سوالی آمده است که مخصوصا سرایندگان یک جای منشینند یگان نشسته دارند که دائما برگزار گردد مهرنگار اشتراک میکنند گفتن. راستی گپ ما محفلای خیلی برای شخصا اینترس خودم کم میرم. بسیارتر بند هستم کار و فعالیت‌های خودم قطعی بند. لیکن با هنرمندان مثلا چورابینی ها باشه توی مرکه ها همیشه یک جا هستیم سر میز مثلا بله میشینیم گاه. بسیار هنرمندان جوانی ما هستند که امروز موقع مقام خودشان رو پیدا کردند و آنها در مصاحبه‌هایشان قید کردند که از جمله مهرنگار و سرودهایش رو میخواندند و به این درجه رسیدن از جمله در مکتب مخصوصا از جمله شهلا حفیظ و یکی از هنرمندان قید کردند که سرودهای مهرنگار رو پیوسته زمزمه میکردند. من امروز جناب عالی اون کس رو از رشتان زمین به شهر دوشنبه آوردند و فعالیت خودشون رو ادامه داده ایستادند. با فعالیت این دخترک شما شناس هستید؟ بله به نزدیکی در یک محفل یک جا بودیم و سرود خونده بودن. بسیار صدایش خوشم آمد. بسیار دخترکی با استعداد است. برایش موفقیت میخوام در جاده صنعت. اینجا نوشتند که السلام علیکم مهرنگار و مخصوصا سفر محمد دادرتون هست میدونیم به شما میگوید که اپا بیاید انتخاب کنید یگان نفر رو توی کنیم. سفر محمد در این باره راستی گپ ازیرش به کار ندارد. لیکن اگر من انتخاب کنم بسیار کنجکاو می شود. شاید که بسیار اینفرماسیون زیاد درباره اون
داماد گیرد و داماد شونده گیرد و بسیار سخت گیر باشد، ممکن از دستی وی میبیاد. بسیار برادرم راستی بدرشک است. شما میگوید که خودت زن گرفتن گیر. ما هر روز با سفر محمد میگیم که زن گیر هیچ نکی با یک تصمیم بیاد. مادرم میگه این فرزندای من سینما نرفتن، نه ایش نه اوش، ما در 17 سالگیم شوهر کردم، اینا حالا کنیم عمرشون گذاشتن حالا هم به مثل کودک هستن. سفر محمد بیشتر به پدرتون مونند یا به مادرتون؟ به هر دوشون مونند. مادرم به بسیار مونند. من به پدرم مونندم زیادتر. به مادرم در جوانیش بسیار شباهت دارم. سفر محمد ارکا است. از نگاهی اپگی چه خیلی بهو میدید به او؟ خواهی ما اپشم ارکگیوشم میبردارم دیگه. با اپش همه دو رو ارکگی میکنن. من فکر میکنم. از اگه چیز شما رو من میکند؟ همیشه در حسابی مثلا لباس پوشیم کم کمی دعوا میشیم همراش که اپا جان این خیلی لباس نپوشین خیلی نپوش میگویند. از همین خاطره کم ترک بحث میتونیم شده. در دیگر مورد بسیار خوب. بله. خب با صنعتی سفر محمد مخصوصا بسیاری از خارجیان نیز نظری خودشون رو بیان کرده ایستادن. نظری خود شما چیست؟ همچون اگر از نگاهی صنعتکاری کسبی حرف زنید، اگر نه اینکه خواهر. از حساب صنعتکاری کسبی میرم میگویم که سفر محمد هنرمند جهانی است برای من، به خاطری که بسیار صدای قوی، فکری بسیار پیشرفته دارد در جدای صنعت و فکر میکنم که در فرهنگ تاجیکستان نوگانی بسیار وارد کرد، یعنی سبک و اسلوب خاصی خود را پیدا کرد. در مابین همه هنرمندان بسیار فرق کننده است و این باعثی افتخار است برای من، چون برادری من در مدت این 7 سالی که 7-8 سالی که علاقه کار فعالیت میکند بسیار فکر میکنم که در این مدت به زینه‌های بالا رفت در صنعت. بهترین اگر جنگ کنید از موی جنگلی او میقاپید و کشالو میکنید نفتن؟ ما جنگ نمیکنیم در خوردی جنگ میکردیم. نه ما همیشه موی سفر محمد اگر بیکار باشم میگم بیا سفر جان موها تا یکون خیلی بافم و مثل افریقایی ها چیزا نقص میبینم اکسپریمنت کردنم موی هاش فقط خیلی مساج میکنم چی میکنیم. بسیاری وقت سفر محمد مویهاش رو پست میکرد و معلوم نبود. بعدا یک روز ما نشسته بودیم گفتم سفر جان همین مویها تمام که خوبتر برایت موی جنگیله به تو زیب میدید. بسیاری فکر میکنن که شاید مویهاش با خودش میکنه در بیوتی سالن جنگیله میکنه، لیکن مویهای سفر جان طبیعی است. برای میگفتن که میکشد از نه نمیکشم، نه خود من دودر معذیت بیتم، نه خیلی گپ نیست در خونه ما موی کشی و جنگ و جنجال نه. یکه خب سلامت باشید. مادرتون چند سرود خوندند، چرا امروز نخونده ایستادند؟ گفتن در کار. ما همیشه با مادرم میگویم که سرود خواندن تونه دوام بتین چون هنر استعدادی خوب دارد. مادرم اولا کسبی هنرمند بودن، دانشگاه موسیقی را خواندند و کالج صنعت خواندند. مثال هنرمندی بسیار خوب هستند، صدای قوی دارند و من همیشه با مادرم میگفتم که مادر جان همیشه سرود زمزمه کنین یا که یگون پروفسیونالی همی کسبتون دوام بتین، چون وقتی که ما خورد بودیم مادرم بیشتر به ما توجه میکرد، هنر خود را یک طرف موند و من همیشه میگم که مادر جان شما زیبای جوانید، حتما سرودخوانی خود را دوام بدهید. ولی یک چند ترانه‌های زیبا ثبت کردند و من همیشه مجبور میکنم که برای ترانه‌تون چون راستیگه واقعا هنری بسیار خوب دارن مادرم. مثلا که یک تا خواهشم همین است، دیگر ارمان ندارم، اگر همین خواهشم اجرا کنیتون دیگر باره من خوشبختترین مادر. بیشتر درباره چی نصیحت میکنند؟ درباره که زودتر ازدواج کنید مصائبی نبیره شما. نبیره رو این چیز دارند؟ همه خیلی میگوید. شما یکمی فرزند کنید؟ بله. پیش از شما یکم نفرشون دیگه نبودگی؟ نه. خب اینجا نوشتن که السلام علیکم مهرنگار جان، بسیار دوستت می‌دارم. من بسیار می‌خواهم که مهرنگار
باز اثرات‌های خلقی کم شده ایستاده است. اثرات‌های خلقی هم برآورده ایستاد. اثرات‌های خلقی طلب کرده ایستادند البته. آنها در کانال برباد خوندم ترانه در باغ دیدنت اسمای ترچیدنم همش نمی ارزه به یک بینازم چشمانت نه 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 خوندم ترانه پاپوری چند قسم میرفت با یک دل دو محبت جان نداره دلی به عشق پروانه داره غمی که در دلی عاشق نشسته به وزنش سنگ این دنیا نداره به وزنش سنگ این دنیا نداره خوندم کنم خب ممکن این کس با ریتم خطلانی فکر کردن توی خیلی میشود خب پیشتر چون که زیادتر بود جونکم برام ترانه جونکم آوازیاره مرغول داره که بیا تا بگیره دلم قراره. این ترانه های خلقی نیست چی است؟ سلامت باشه تشکر زیاد. مهرنگار همیشه حاضر جواب است. دیگر شمانده از مهربانمان گفتن. خب مهرنگار با ایمیج خاص خودش دائما شناخته شده است و فقط همه چیزی مهرنگار رو میبینیم، صدایش رو، استعدادش رو، لباسش رو، همه چیزش رو میبینیم، لیکن عطرش رو فهمیده نمیتوانیم از چگونه عطر استفاده میبرد. من عطر استفاده نمیبرم. من بسیار عطر دارم در خونه و یک فعل دارم که همه عطرایم رو میکس میشپم و یک بوی میشود که نفهمیدنی دیگر در اوجه چی است راستیگم و بیشتر دوست ندارم درباره عطر خود گفتن چون اکسکلوزیوی باید این بوی من باشد. I'm so sorry مخلصی عزیز. بهترین. خب فرمولای خوشبختی برای مهرنگار. فرمولای خوشبختی؟ خوشبختی فرمولا دارد باز. بله خیلی سوزت برابری خوشبختی شود. خوشبختی در وطن تنج زندگی میکنم، مادرم، برادرم، اهل فامیل در برم است، صحتی سلامتی، همین خوشبختی است برای من. فکر میکنم فرمولای خوشبختی همین است که شوهر چی؟ شوهر که کردم خیلی بعد میبینم که این فرمولا خوشبختی میارد یا نه. حاضری چی گفتم نمیتونم دایی باره. عجیب. اینجا یک نفر عجیب گفتم سمکچه مهرنگار رو بینید که چی هست؟ گفتن پول دارید؟ حاضر در خودتون پولای کاغذی چند پول دارد؟ بس تو جا سمکچه مهرنگار در آورده شود. نمیدونم چند سوم دارد. دوست میبینیم چی در یادم نیست چی دارم در سمکچه امروزی میبینم. خب کریم با من دیگه سمکه یک کس رو کفتم ممکن دارو دارد. یعنی چند پول شده؟ 50 سومونه دارم. کلیتی خونم هست. دوخی هم هست اینجا. پرفیومی دوست داشتم. تمام؟ بر عطر زنم. بوی از چی خیلی از بین برای شما میتونم بینید؟ نه دستو نگیرید دستو. چایی بود که بات ہے بعد من عاشق نشوم که عاشق شود. که باتی ہے یعنی که در سمکچه شما هم پول هست؟ نه هست بله. چند پول باشد؟ بسیار نیست. دیدید مهرنگار بسیار پول گرفته نمیگرده. نه کش نمیگردانم قضیات. با من چون که این شرط گذاشتن که اگر بین دلارش باشد گرید گفتن برای ندارم دلار ندارم بینید سومونی همش. سمکچه مهرنگار دوستانی عزیز دیده بسیار عجایب است. بیچاره مهرنگار این ببینید چند پول داشته است. واسه من شما میتونم بزنید یک تا 20 سوم مثلا 40 سوم 50 ساعت این آدم واسه پیشی همسایفاشون رفته شد دلشون تخت که همسایفا همش از کسی خیلی نخواه خدر همسایفا باشن ما پول بتم دگون جرس نمیاید بیچاره اینو بینه 1 2 3 4 5 640 سومون پول دارد از خودش تمام. 50 سومون شبگی خی برکتی. دیدید سراینده ها هیچی ندارن دوستان. هیچی ندارم. من تمام همه قدر بولگری دارم. نه خودشم این
сумкачай гирифтам майдака дига ида чӣ булгари сарояндаҳо дар чӣ аст ба фикратон меҳнигор мисол мегӯям ҳама фикр мекунад ҳамин сарояндаҳо бой фақат мехӯранд мегарданд мегӯям мехӯранд мегарданд намедонам ман фақат кор мекунам меҳнат мекунам бойгарӣ ма дар меҳру муҳаббати халқ мебинам خیلی خدا را شکر است خروجیمونم خیلی سلامتی نباشد همش چیه سلامتی در بایگری رو در سلامتی میبینم دیگه همین خیلی چی با من هر شب شما خوب میبینم از راستی چی خوبو میبینید امیدوارم خوبه خوب بله خوبه با خدا بله بسیار خوبه خوب سیر و سیاد کرده گشتیم گوهی در آسمان خیلی ابروی کپ بود به نظرم هم که سبزی یک جای سبز گلزار خیلی دارم خوبتون میبینید دانو فقط در خوبه خوب ها خب تشکری زیاد سلامت باشید قلین چند پول میگیرید نوشتند من صاحب دختر نیستم که شما را در سوال شما جواب بدم پیشی مادر جانم برین قلینگا بگانتون صاحب دختره با اون کس وابستگی دارده؟ البته خیلی خوشگور خون امی ادیم قدیم امی خیلی بود که نزدی پدر مادری عروس میروند قلینگا مسئولیت میکنن ما قطعی مسئولیت چی میکنن؟ درست در حقیقت انا دوستان من دختری حقیقی تاجیک زیبا با استعداد خوش رو دانو زیبا همه طرفه و من بار دیگر امروز به همه شما میگویم اکتریسا صاحبکار تأسیس دهنده یک برند جهانی آنه که تاجیکستان را از خوردی تا به امروز معرفی کرده آمده ایستاده است وطنش را دوست می‌دارد صداقت به پیشوای معظم ملت دارد مهمتر از همه شاید هزاران دردش باشد در وجودش من و شما نمیدونیم همه انسان‌ها درد دارن همیشه خرسند می‌بینیم همیشه خندان می‌بینیم همیشه روی صحنه‌ها برای شادی من و شما خدمت می‌کند شب خواب نمی‌کند شاید همین ترانه‌ام صرف کنم همینش را کنم امروز اینها یک نعمت خداوند برای ما هستند زنده باشند برای قلب توانستند که امروز ملت ما رو فرهنگ ما رو معرفی کنند و من از هموطن بودن با مهرنگار همیشگی افتخار میکنم و کف میکوبم رحمت سلامت باشید برای صحبت صمیمی برای مهر و محبت تشکر و من خوشحالم که عطر مهرنگار با من است نمیشویم دستم رو نمیشویم تشکر مهرنگاری رستم با ما بودن ایزانی دل دیده تا صحبت‌های دیگر باز هم شاد و پیروز بمونید باز هم انتظار میمونیم همیشگی با میرو بیوتی همیشگی برار موفقیت زیبا بمونید همیشه زیباگی رو اهدا کرده باشید تشکر که شما هم برندی ما را دستگیری میکنین باور کنید بسیار خرسند هستم از این تشکر زیاد برای دعوتتون تشکر ما همیشه با آزیا پلوس همکاری میکنیم و خواهیم کرد و برای شما نیز بردباری خواهانم مهربان جان شما که از راویان موفق تاجیکستان به شمار می روید و من بسیار شادم که همیشه با شما برنامه های جالب و جذاب میکنم باعث افتخار است برای ما هم با شما پیشروی های بیشتر با آزیا پلوس پیشروی های بیشتر تمنا دارم تشکر زیاد سلامت باشید مهرنگار جان بسیار خرسند شدم از نظر و لطفتون و دوستان با آزیا پلوس بمونید ترانه های زیبای مهرنگار تقدیم شما از این موج بلند پرواز به مهرنگار برار میخوایم با شما نیز برار مخلصانه می‌کنم